مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. اگر کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب نکردید لطفاً کنید همین الان این زیر دکمه هست نوشته سابسکرایب، اگرم گوشیتون فارسی هستش روی مشترک شدن بزنید و حتما زنگوله رو بزنید که ویدیوهای قبلی ما رو ببینید که یه کارواشی بردیم یه درو و ویدیوهای جدید ما رو هم بتونید به لحظه ببینید. اون زنگوله رو هم برای این میگم بزنید که اگر ویدیوی جدید اومد نوتیفیکیشن بشه و ببینید، چون خیلی برای من دایرکت و پیام میاد که میگن آقا راجع به فلان بلاگر بگو، راجع به فلان سلبریتی بگو، راجع به فلان موضوع سیاسی چرا صحبت نکردی، سکوت. به خاطر اینکه شما سابسکرایب نکردید و زنگوله رو نزدید و ویدیویی که ما قبلا یه ماه پیش، 2 ماه پیش، 6 ماه پیش راجع بهش صحبت کردیم رو ندیدید. خیلی از ویدیوهای منو همیان مطالبشو ورمیدن اصطلاحاً بدون اینکه ذکر منبع بکنن توی استوریاشون یا توی پستاشون یا توی شبکه‌های اجتماعی خودشون منتشر میکنن و از اطلاعات ما استفاده میکنن و میان به من میگن که چرا فلان چیزو نگفتی، چرا فلان حرفو نزدی، در صورتی که ما قبلا این موضوعاتو گفتیم و حتی یه تیکه از ویدیوهای منم میبینم استفاده میکنن. اگر دیده باشید ما در قاب برنامه پشت پرده من هیچ گونه لوگویی ندارم، یعنی نه لوگو این ور دارم نه پایین دارم، هیچ تصاویر ما کاملا خامه نه چیزی میشه. فقط گاهی وقتا من اسم خودم و این آیدی اینستاگرام خودم رو زیر نویس میکنم که البته این پیجم الان در حال از دسترس خارج شده مثل خیلی از پیجای دیگه هم امین فردین استار، یعنی یه دونه استار بعدش بنویسید یا بهاین تیوی پرژا پیج اینستاگرام. زیاد حاشیه نریم. امروز قصدم که برنامه پشت پرده راجع به بلاگرها صحبت بکنیم و افشاگری بکنیم راجع به بلاگرهایی که ماشاءالله مثل قارچ توی فضای مجازی رشد کردن. قبلا راجع بهشون مفصل صحبت کرده بودیم، خیلی پیام اومد چرا راجع بهشون دیگه صحبت نمی‌کنی. شروع کردیم و از حالا راجع به این افراد که اصطلاحاً خودشون رو بلاگر با کلاس لاکچری میدونن صحبت می‌کنیم. افرادی که یه پرانتز هم باز بکنم همینجا همه اول برنامه، من نه از روی حسادت و نه از روی عقده و نه از روی چیز دیگه‌ای نمیام ویدیو رو بسازم. فقط هدف من از تولید این ویدیوها آگاهی دادن به مخاطبان هستش و اینکه این افراد رو بشناسن و حسرت زندگی این افراد رو نخورن. نه طرف ارث پدرمو خورده، نه من باش دشمنی دارم، نه چیز دیگه‌ای. ولی وقتی میاد یه سری دروغ ها میگه فلان بلاگر، وقتی میاد با چیدن یه سری سناریوهای ساختگی و با یه سری چرت و پرت ها سر مخاطبهاش کلاه میذاره، اونجا دیگه تو کت من نمیره و خیلی ها حسرت زندگی این افراد رو میخورن. طرف چه زندگی رمانتیکی داره، ما با اون قضیهش هم مشکل نداریم، ما چه اشکالی داره همه زندگی رمانتیک داشته باشن. ولی مثلا برای سالگرد ازدواج و عقد و عروسی و چیزهای مختلف وقتی میاد یه دونه ماشین بنز رنت میکنه، کرایه میکنه، میگه آقا این بنز رو شوهرم برام خریده، فلان نمیدونم خونه رو شوهرم برام خریده، در صورتی که همش اجاره و فیکه و طرفی که این ویدیو رو میبینه شوهرش، همسرش یه کارمند ساده است، معلمه و حالا کارمندی اداری یا فروشنده است و توانش و وسعش نمیرسه که همچین کادویی رو برای همسر خودش بخره. وقتی زندگی فیک این افراد رو میبینه حسرت میخوره و عملا خیلی اختلاف میفته توی زندگیشون، خیلی سرخورده میشن، خیلی اصطلاحاً افسرده میشن که چرا اونها این زندگی رو ندارن. و عملا این بلاگرها، حالا بعضیشون خواسته و بعضیشون ناخواسته، باعث میشن که این جو روانی در جامعه ایجاد بشه. اصلا یه عدهشون عقده، یعنی میخوان نشون بدن که چی دارن. مثلا این ساعتشو گرفته آقا، اینجوری عکس میگیره که مثلا بگه آقا این ساعت من مثلا به رخ بکشه، حالا ساعت هم فیکه مثلا تو دستش ولی میخواد قشنگ به رخ بکشه که فلان محصول رو خریده یا فلان کالا رو داره یا فلان مثلا دستبند کارتیر رو گرفته دستش. برای همین هستش که ما در رسانه پشت پرده راجع به این افراد آگاهی میدیم که حسرت زندگی فیک این افراد رو نخورید. یکی از این افرادی که امروز در برنامه پشت پرده میخوام راجعش صحبت بکنیم این چهره هستش، خانم شیما کاتوزیان که شیما زندی اسم و فامیل اصلی ایشون هست که فامیلی همسرش رو انتخاب کرده کاتوزیان و توی امریکا. و وقتی من اسم و فامیل ایشون رو توی گوگل سرچ میکردم با یک
حالا امیدوارم بتونم پیداش بکنم بهتون نشون بدم. حالا یکی از این سایت ها بود، آقا یه بیوگرافی پشم ریزونی از ایشون نوشته بود، نمیدونم ایشون توی سازمان ملل کار میکنه، بیوتی بلاگره، نمیدونم خیلی محبوبه توی یوتیوب، بودم مهماندار بوده، بیزینسمن بوده، هزار تا. اصلا من پشمام ریخت که رزومه ایشون رو خوندم. حالا اسم ما رو که میزنن نمیدونم عامل خودکشی فلان بازیگر، نمیدونم شتاب دهنده بلاگرها، سایت های، به خاطر اینکه من باج به رسانه ها نمیدم و پول بهشون نمیدم که راجع به من خبر مثبت بزنن، ولی این افراد پول خرج میکنن و توی گوگل وقتی سرچ میکنی خبرهای مثبت ازشون میاد. توی ایران هم شما کافیه به فلان خبرنگار یا فلان رسانه پول بدی، مادرش هم کرایه میده بهت. با احترام به یه سری از دوستانی که در رسانه ها کار میکنن، اما خیلی هاشون هستن که شما با پول میتونید بهشون خبر بدید و اونها خبر رو چاپ بکنن. نظیر این افراد هم اینطوری یه دفعه گل میکنن تو فضای مجازی. وقتی میرید تو گوگل سرچ میکنید، میگم دیگه به هیچ چیز این فضای مجازی نمیشه اعتماد کرد. میبینید تحفظ زده، نمیدونم کارمند تسلا، نمیدونم مهاجرت کرده به انگلیس، امریکا. حالا چیزایی که من خوندم بهتون میگم و چیزایی که هست، نمیدونم ایشون مهماندار بوده توی ترکیه، تو روسیه مهماندار هواپیما و جت‌های شخصی و خصوصی بوده، نمیدونم به 77 کشور دنیا سفر کرده. یک آدم، یعنی شما رزومه این آدمو میخونی میگه پشمام چه آدم خفنی، و باورش میکنی و فالوش میکنی و اون آدم هر چرت و پرتی که بخواد به خوردت میده و اون افسردگی و ناراحتیه که برای خیلی هم پیش میاد و اینکه خیلی ها حسرت میخورن که زندگی این افراد رو ندارن. بعد این افراد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش یه تعرفه های نجومی تبلیغاتی میشه. میگه که به این پیامی که مثلا برای تبلیغات میدم، میگه ممنون از توجهتون، من لیلا، مدیر برنامه‌های خانم شیما در ایران هستم. حالا لیلا کیه؟ لیلا خواهرشه، لیلا زندی. در حال حاضر شیما جان فقط میتونن برای معرفی در استوری خدمتتون باشن و شخصی رو به نمایندگی از خودشون بفرستن. قیمت معرفی در استوری 60 میلیون تومان هست و هدف معرفی بیزینس به صورت کاملا طبیعیه. پدر بنده بعد از 30 سال کار کردن تو اون مملکت و رفتن به جنگ که افتخاره و اصلا منتی نیست سر کسی، برای اون آب و خاک زحمت کشیده، 30 سال از عمرش گذاشته و پدرای شماها و معلم‌ها و خیلی از کارمندا و حتی استادهای دانشگاه حقوقشون 12 میلیون 13 میلیون، پدر من که حقوقش 12 میلیون تومانه، بقیه حقوقاشون تو همین هول و هوشه. 12 13 14 15 16 بازنشسته ها، معلم‌ها، کارمندها و خیلی از افرادی که تو ادارات دولتی کار می‌کنن یا یه سری از شرکت‌های خصوصی یا منش. 12 خانوم 60 میلیون تومان قیمت تبلیغاتشه به خاطر اون دروغ و دونگایی که گفته و به خاطر اون رزومه سازیایی که برای خودش کرد. بعد گفته که خواهشمندیم چنانچه موفق به همکاری با شرکت هستید و یا به هر دلیلی نیستید، از به اشتراک گذاری هزینه معرفی با دیگران خودداری کنید. البته این موضوع یادآوری میشه که شیما توی هر روز فقط یک بیزینس رو معرفی میکنه و 24 ساعت اختصاصی تبلیغ پیج شمایی که هستید رو داره، بازدهی بالایی داره. پس نتیجه اون رزومه سازیه برای یه سری از این بلاگرهای میشه که میاد یه دونه تبلیغات میگیره 60 میلیون تومان. حالا این خوبه. صدف بیوتی $8000 میگیره، الناز شغل گلرخ $7000 میگیره، اون یکی امل کیکیه 200 میلیون تومان پول میگیره. نمیدونم سی میگه من حضوری برم اصلا زیر 120 میلیون تومان نمیگیرم. نمیدونم ساناز سرافراز پرافراز پشمکیان کیکیه 70، یعنی یه قیمتایی میگیرن که انگار ارث پدرشون رو ما و شما خوردیم. این به یه سری از افراد دیگه هم آسیب میزنه. چه آسیب میزنه؟ مثلا من میگم تو اینو میگه قیمت تبلیغات خودت چقدر؟ من تبلیغات خودم قیمتش 10 میلیون تومانه. ولی مثلا وقتی به طرف میگم 10 میلیون میگه امین فردین تو 10 میلیون میگیری؟ میگم چرا؟ میگه فلان بلاگر 70 میلیون 200 میلیون هم داری. ما باورتون میشه 150 میلیون تو حتما پیجت فیک، حتما بازدهی. نمیدونه که این پشمک ها اصلا نه کسی ناظر روشون نه کسی روشون دقت میکنه. ما میشیم بعد ما اگه قیمتمون رو پایین بگیم، خب البته من که اصلا به این چیزا باج نمیدم و اصلا به این چیزا کار ندارم و فقط میگم که این اتفاق بیفته و اون قبلا که 3 میلیون میگرفتم و حالا اون کسایی که اصلا میدونن که اصلا من خیلی وقتا موقعی که میخواستم شماره حساب بدم، شماره حساب خیریه ها رو میدادم تو ایران، گفتم آقا بریز به اون حساب خیریه. حالا بعد از اون موقعی که این پولا رو میگرفتم تقسیم، حالا با این کاری نداریم، اصلا من پول استوری تبلیغاتی من هر کاری دلم بخواد باش میکنم.
ایشون هم هر کاری دلش بخواد با پولش میکنه و تعرفش اصلا میخواد 500 میلیون بگیره، مال خودشه. با این قضیه اصلا کسی مشکلی نداره. شما یه پیج خودت بزن هر چقدر که خواستید پول تبلیغات بگیر، کسی هم ناراحت نمیشه نسبت به این قضیه. ولی اون دروغ هایی که ایشون توی پیجش میگه این مورد بحثه و این قضیه رو ما میخوایم راجبش صحبت بکنیم. و یه مدتی بود که میگم من کارمند شرکت تسلا هم هستم، یعنی پشمای همه ریخته بود. بعد طرف یه پولی هم داده بود به این گسترده ها، نوشته بودن که این چرا صدا میده جیغ جیغ میکنه، نمیدونم بعد بگم بچه‌ها پشت صحنه بعدن درست شد تق اینجوری صدا میده اذیتم میکنه، تمرکزمون رو به هم زد. کارمند شرکت تسلا هستم و اصطلاحاً اونجا کار میکنم. تیتر زده بودن یک ایرانی موفق در امریکا، نمیدونم کارمند تسلا، کارمند سازمان ملل و فلان و اینا. طرفم کف و دست میزد واسه طرف که کارمند تسلا است و قراره که از موفقیت ایشون بگیم. رزومه کوتاه ازشون بگم و شروع بکنیم پشت پرده. تا اینجایی که گفتم پشت پرده نبود. ایشون بچه محله پیروزیه توی تهران، پدر مادرش توی خونه 65 متری زندگی میکنن. خانواده حالا میشه گفت نسبتا رو به پایین دیگه. حالا توی ایران، من بچه تهران نیستم، پیروزی مثل این اونور، با احترام به همه این دوستان، ولی خب شرایط اقتصادی ایران اینجوری اقتضا میکنه که بگیم دیگه. باباش جانباز بوده، عموش عضو سپاه بوده و دایش عضو برای بچهای اطلاعات و ایشون توی همچین خانواده‌ای بزرگ شده. باباس جانباز و نمیدونم، حالا با احترام به تمام جانبازها و تمام افرادی که رفتن برای اون آب و خاک و اون مرز و بوم جنگیدن، عموش سپاهی و دایش اطلاعاتی. خب طبیعتا کسی که توی همچین خانواده‌ای بزرگ شده دیگه نباید ازش انتظار داشته باشید که وقتی اون اتفاق تلخ هواپیمای اوکراینی میفته و سپاه اونجوری که گفته شده به عمد هواپیمای اوکراینی رو میزنه، ایشون در استوری 2 سال پیشش نیاد این موضوع رو مسخره بکنه. نکنید این استوری سفیده مال 2 سال پیشه و گفته که اینایی که میگن هواپیما تیر خورد و حمله شد و فلان شد و سوراخ شد و اینا خزعبلات خیلی خرن و 2 واحد ایرودینامیک توی زندگیشون نخوندن و این قضیه رو به این موضوع ربط داده که این قضیه چرت و پرته و اومد حمایت کرد از سپاه و گفتش که اونا خرن. بعد که این قضیه گندش بالا اومد یه دونه استوری دیگه گذاشتش که ما اون فلانیم و بیسانیم و هواپیمای اوکراینی نون به نرخ روز خورد دیگه. یعنی اول قضیه رو ماسمالی کرد و بعد از اون هم اومد ماجرا رو اینجوری تحلیل و آنالیز کرد. این خانم شیما کاتوزیان، پس شیما زندی اصطلاحاً. پس کسی که توی همچین خانواده مذهبی بزرگ شده همچین چیزی ازش بعید نیست. اما نکات جالبی که وجود داره هستش که ازشون شغلاشون رو پرسیدن، گفتن شغلتون چیه؟ من دارم استوریای خودشون میذارم، یعنی چیز پیچیده ای نیست. بعد گفته که یکی بهش پیام داده گفته که شیما تو رو خدا همه کارهایی که تو الان کردی رو میگی؟ من 19 سالم از ترم اول مهندسی معماری انصراف دادم، الان دستیار معلم صندوقدار رستوران بودم، مترجم زبان، معلم زبان، بازاریاب فروش، صاحب کلینیک لیزر برای خودم. حالا 2 تا دستگاه لیزر گذاشتم اونجا. کلینیک چی؟ این کلینیکا من توضیح بدم. توی ایران 4 تا دستگاه لیزر میخرن، خب با 4 تا بوتاکس یه دونه سالن گنده میگیرن، میگن کلینیک زدیم. یعنی بلاگرا مثل اون مامان پانیز و بقیه همشون اینجوری شدن. 4 تا دستگاه لیزر خریدن و 2 تا بوتاکس کار آوردن، میگن ما کلینیک کار شدیم. خب کلینیک قبلا ارج و قربی داشت، الان 4 تا لیزر کار شدن کلینیک زدن. حالا بش کارمند آژانس هواپیمای مهماندار هواپیما، کارمند سفارت، کارمند سازمان ملل، بله، کارمند انجیو های بین المللی، کارمند تسلا، صاحب برند بدومیکا، بدونیم چی و یه 3-4 تا چیز دیگه که نمیگم. حالا من یکی اینا رو بعدا براتون توضیح میدم که داستانش. این خانم کاتوزیان تو استوریاش و توی پستش من رفتم نگاه کردم، خب حالا ایشونی که این همه کار میکنه شغلشون چیه، مثلا کارشون چیه؟ دیدم تو یوتیوب و جای دیگه نحوه تیغ زدن، حالا جلوتر براتون عکساش هم میذارم بدون، نحوه مخ زدن، نحوه خیانت کردن و آموزش. بعد جالبه همیشه تو ویدیوهاش و تو جای مختلفی میگه که من اصلا به ازدواج اعتقادی ندارم، آدم سنتی هستن خانواده من اصلا لباس عروس نمیپوشم و اصلا این صحبت‌ها رو با من نکنید، من اصلا این کاره نیستم. یعنی یه جوری لاف میزنه که این لافا بین بچهای آبادان هم قفله.
خب چه کاری اینا رو میگی؟ نمیگی فامیلای دورت، نزدیکت، فک و فامیلت و سایر برابچ میان عکست با لباس عروس رو برای همین فردی میفرستن برای همچین لحظه ای که شرفتو ببره، مجبوری دروغ میگی. اینا اینم عکس ایشون توی لباس عروس. ایشون همونی هستن که میگفتن من اعتقادی نمیدونم به لباس عروس و عروسی این چیزا ندارم. اونایی که دنبالش میکنم داره، شاید خیلیاتون نشناسید ولی خب مش نمونه خروارا 90% بلاگرها همینن، دروغ و چرت و پرت میگن. این عکس ایشون با لباس عروس. بعد یه جای دیگه این باله نوشته که شیما گردنبندت خیلی قشنگه، از کجا گرفتی؟ نوشته کادوی مامان کامیار. حالا کامیار کیه؟ کامیار همسر ایشون هستش که سال 2015 همون اواخر 2015 میاد کیش و این شیما مخش رو توی کیش میزنه و اونجا با هم دوست میشن. حالا عکسش هم به شما نشون میدم. ازدواج میکنه، نمیدونم میرن توی دبی برای کار ویزاشون. کلا هم دو بار بیشتر دبی نرفته، یه بار 10 روز، یه بارم ویزا نامزد عقد و اینا گرفته و رفته دبی، که میگه من رفتم یه مدت تو دبی هم کار کردم. خلاص اونجا مخش رو میزنه و برش میبرتش امریکا. بعد میگه که وقتی وارد امریکا شدم برای اولین بار همو دیدیم. جان بهم هدیه داد. ارزش تاریخی بالایی داره و از زمان هخامنشیانه یا ابوالفضل. حالا این عکس رو بهتون نشون میدم. این عکسش مال سال 2012. این گردنبند رو از دستفروشای خیابون انقلاب خریده. میگه مادر خانومم این گردنبند، مادر خانومم میشه، مادر شوهرم این گردنبند رو بهم داده مال زمان هخامنشیانه. این عکس مال 2012. شما 2015 با کامیار دوست شدی. و چرا چسی میای ولک شیت گوی خیلی ولی، یعنی اینو لفظ زدن شما تو آبادان هم قفله. حالا بقیه‌اش هم خدمتتون میگم. عکس‌ها رو یکی یکی بهتون نشون میدم، براشون توضیح میدم چون ایشون یه آقای ترک هستن که توی ترکیه زندگی میکردن و خانم شیما وقتی میرن ترکیه تو پرواز با ایشون آشنا میشن و مخ ایشون رو میزنه. ایشون 2 تا بچه داره، یه زن داره و ترک هستن و باش دوست میشه که بره توی ایرلاین ترک کار بکنه و کمک میکنه که توی ایرلاین ترک اون ایشونی که میگه من مهماندار بودم تو ترکیه، روسیه و نمیدونم جای مختلف. یه مدت با ایشون بوده در حد 3-4 ماه که این خانم مچ شیما رو با شوهرش توی هتل میگیره، زنگ میزنه به پلیس، گیس کشی میشه و خانم از ترکیه میره. این از ایشون. یه شخصی به اسم رضا نقوی این چهره کمک کرده بوده که خانم شیما کاتوزیان که خودشو هیروشیما یا همون قهرمان معرفی میکنه اومد و به ایشون کمک کرد که اصطلاحاً مهماندار بشه. البته حضور این چهره حمید کارخانه هم که یه مدت با ایشون بوده و تو آژانس ایشون کار میکرده بی تاثیر نبوده، تو آژانس این آقا کار میکرده، یه مدت هم با این آقا رابطه داشته، حتی ازش هم بچه دار میشه، بچه رو سفت میکنه، بعد میشه تور لیدر ایشون توی اصفهان و شیراز. بعد لابی میزنه و میگه که به من توی هواپیمایی به خاطر اینکه قدش هم 1.59 بوده و کوچیک بوده، حالا با پارتی بازی میره مهماندار میشه، بعد از اونم میندازنش بیرون. که این حمید کارخونه دوست داشته با خواهر شیما دوست بشه، لیلا، دیگه نمیتونه مخ اون رو بزنه، میگه حالا این شیما دم دسته، فعلا برم ببینم که ایشون چه کاری میتونه برام انجام بده. یه مدت هم با این پسره امیرکیان خسروآبادی دوست بوده و بچه شمرون بوده. چقدر این امیرکیان رو تیغ میزنه براش، نمیدونم آیفون 5S میگیره و میبرتش این ور اون ور، نمیدونم اصطلاحاً هزینه بکنه براش و پسره که به حساب تیغ میزنه بلش میکنه. بریم عکس بعدی. این استوری ایشونه. اشته توپولا یادتونه قبلا یادتون دادم چطوری خیانت کنید. امروز تو ویدیو جدید یوتیوب هم قرار یادتون بدم چجوری تیغ بزنید، آماده باشید. آموزش تیغ زنی یاد میده. این خانومی که سال 2017 با یه 2017 چه عرض میکنم، موقعی که 17 سالش بوده با یه پسر رل میزنه، پسر پردهشو میزنه، همونجا هم چترش میشه، ازدواج میکنه، 3 سال باهاش بوده، انقدر به پسر خیانت میکنه و انقدر هرز میپره که پسر مجبور میشه که ازش جدا بشه، حتی مهریه‌اش هم نمیگیره چون میدونسته چه کاری که کرده بوده. پسر در میره، یا خب ولم کن برو، اون پسر دخترم میگه که باشه. بعد
این شیمای جالب بدونی که به حول پارتی معروف بوده. آدمی که بوده که توی پارتی‌های مختلف مثل حولا میرفته شرکت میکرد. حالا عکساشو بهتون نشون بدم، عکس قدیمشو، یعنی با مثلا ببینید این یکی دیگه از دوست پسرشه. اینم یه پسر دیگه بوده، فکر کنم از انگلیس اومده بوده، می‌خواست باش بره انگلیس و اینا که نشد رابطه‌شون. و عکساشو ببینید لامصب پول چه میکنه، یعنی بکوبید بسازید شما زشت نیستید، شما پول ندارید. و ایشون به حال کار تونسته در بره. اینجام که به قول خودش میگفته چت بوده. و اینم آقا کامیار هستش که فکر کنم این زندگیشو قسمت زیادیشو مدیون این کامیاره هستش. به حال جمع جورش کرد کامیاره، به حال انقدر سمت مشروب و سیگار و قلیون این چیزا رفته بوده، گل و مول و اینا، کامیاره برای شرط میذاره که از این کارا نکنه. و ایشون یه مقداری هدایت میشه به سمت امام و انقلاب اسلام. و اینم همون گردنبندی هستش که بهتون گفتم. و این عکس مال سال 2012 و اینجا هم که بهتون میگم ایشون حول پارتی بوده و تو کشورهای مختلف با خرجه پسرای مختلف رفته بوده، سفر کرده بوده. کلا هم یه 4 تا کشور مثل روسیه و ترکیه و امارات و مالزی هم به لطف خواهرش رفته بوده اونجا که خواهرش با یه دونه پسر دوست بوده. حالا زیاد وارد بحث خواهرش لیلا نمیشیم که اگر میخواستیم بشیم دیگه حسابی ماجرا خیت میشد. حالا بعدن اگه وقت بکنم راجع به این خواهرش هم صحبت خواهیم کرد. نوشته بودم یه جایی که داستانش از عدنان آشتیانی هم خواستم خواهرش یادآوری کنم داستانش از چه قرار بوده. اینم عکسای دیگه‌شه که میبینید. حالا اینم یه دوست پسر دیگه‌ش بوده. و خلاصه هر جا که میرفته این ماجرا گردنبندشو که بهتون گفتم، کارشو بهتون گفتم و عکسای مختلفشو تو جای مختلف. و اینجایی که کامیار باش میبرتش فکر میکنم سمت مالزی و اون طرفا. اینم یه دونه دوست پسر دیگه‌ش. اینم اون مرد ترکیه با پسرشه که گفتم خلبان بود توی هواپیمای ترکی. و اینم یه عکس دیگه‌ش. خلاصه تا دلتون بخواد ما از این آدم عکس اینجا با خواهرش رفته بود سلیمانیه، پدر مادرش رفته بودن کربلا زیارت، اینا هم رفته بودن سلیمانیه عشق‌ها. اینم پسره بوده که خواهرش تو سلیمانیه باش آشنا میشه. و اینم یه دونه پسر دوست پسر ترکش بوده. و او خلاصه اینم عکس زمانی هستش که توی مهمانداری ترک بوده، هواپیما هم سیگار می‌کشه. کلا یه 2-3 ماه بیشتر اونجا نبوده. میخوام به شما بگم که این آدمی که شما میرید رزومه‌ش رو میخونید تو جای مختلف و میگید هشتگ پشمام که ایشون چقدر آدم خفنی بوده و چقدر این کار رو انجام داده، کلا با آویزون بودن و چت بودن این پسر اون پسر به موفقیت‌های خودش رسیده. و گول زندگی‌های فیک این افراد رو نخورید و فکر نکنید که اینا وای چه آدم‌های لاکچری و خفنی هستن. همه بلاگرها همینطوری هستن که من به مرور توی ویدیوهای مختلف تو کانال یوتیوب پشت پرده راجع به این افراد صحبت می‌کنم، راجع به رزومه‌هاشون به شما میگم که ببینید اینا چقدر آدم‌های فیک هستن. حتما کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید و ویدیو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید که ببینن این ویدیوها رو لطفاً. و تو ویدیوهای بعدی راجع به موضوعات بیشتر، راجع به بلاگرهای بیشتری صحبت خواهیم کرد. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.